اسرائیل با ما داره به خاطر مرگ بر اسرائیل گفتن است. نه، برید بخونید ببینید که ایده این سرزمین موعود چیه، ایده اسرائیل چیه، تا کجا میخواد کشورگشایی کنه و معتقده که خدا بهشون وعده داده. یعنی اینو از ما، این تند راستی های افراطی اسرائیل، از داعشی های مسلمان تندروتر و خطرناکترن. داعشی به نظر من خیلی احمقانه و رو جلو دوربین سرتون میبره، ولی راست افراطی اسرائیل یه کاری میکنه که تو با رسانه و قدرت و پولی که داره بوم سرت بریزن و بگیم برای آزادی. یه پارت دیگه این خواهد داشت اگه استقبال کنید. دمتون گرم. بوس. ایران ای مرتفون گوهر، ای خاکت سب چشمه هنر، دور از تو اندیشه ردان، پاینده مانی جاودان. ای دشمن تو سنگ خاره من و منم، جان من